پنجیف بود ولو پرتابی نوبتی با جریمه گل و فرصت برای تیم ریگارتا دست سالی حوزی و اکنون میبینیم که تیم حالا یک امکاناتی بسیار خوب و حمله‌گری دسته اندک توپ را از خود دورتر سر داد. حالا ادامه حمله بازیگران ریگارتا دست آزادبek پنجیف پرتاب جریمه گل تیم ارتش شیرزاد محمدیف و اینجا خیلی عالی بازی میکند. امکاناتی بسیار خوب. حالا بیا توجه میکنیم با ضربه کنجی بسیار یک ترکیب روی خوب هم بود از سوی بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش. معلومه شد ضربه سفر و بسیار خوفناک بود. شهاب‌الدین محمودزاده ابراهیموف پرتاب انجام میشود با جریمه گل امکانیت برای کلوب مرکزی ورزش ارتش و گل. دقیقه 70 رقابت حالا حساب شده میشود با صفر. کامران ابراهیموف توپ را با جریمه گاه ارسال کرد. از کناری راست فرصت دارم بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش. ضربه از مسافه دور و بسیار خفناک بود. اسیلبek تیمورов شرف صالحов فالو پاسیو فریدون دولتов و پنالتی واقعا هم عالی. دولتов شرف صالحов ضربه شرف و دروازه‌بان برمیگرداند. دروازه‌بان برمیگرداند ضربه. خب بیاید میبینیم پرتاب خیلی بلند و امکانیت بسیار خوب برای تیم ریگارتا دست. شهاب‌الدین محمودزاده اینجا دو. حالا بیا توجه میکنیم پرتاب جریمه گل و این وضعیت را هم برطرف کردند صاحبان میدان و صدای اشتکی داور از فرجام این بازی درک میدهد. کلوب مرکزی ورزش ارتش با پیروزی دهمی خود در موسم امساله چمپیونات مملکت موقع خود را در زینه سیوم مستحکم میکند. ورزش ارتش گزارش مستقیم به انجام میرسد از ورزشگاه وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان از شهر